دیباجوی محترممون تشریف آوردن برای عمل ارتوپلاستی. از کجا اومدین؟ اصفهان. چقدر تو راه بودین؟ 5 ساعت. خب اصفهان جایی برای جراحی ارتوپلاستی فکر کنم باشه. آره ولی از پیش پیدا کردم. فیلمایی که زیادی گذاشته بودن از اونجا ما رو انتخاب کردیم. میچرخیم پشت سر لطفا. چی شد که اصلا تصمیم به جراحی گرفتی؟ گوشم خیلی برجسته بود. خب یه اعتماد به نفسم نداشتم. چند سالتونه؟ من 16. خیلی خوب. دوست داریم نتیجه بعد از عمل تو با هم ببینیم. بریم. کم شده. عمل چطور بود؟ عالی. خوب. درد؟ نه اصلا. تایم عمل چقدر طول کشید؟ 1 رو نیم ساعت. درد نداشتی این عمل؟ نه. خودتو دیدی تو آینه؟ بله. چطور بود؟ خیلی خوب شد. مرسی. اعتماد به نفس اوکیه؟ آره. مبارکت باشه.